همراه من باشید برای ادامه سفر پرچالشم. این همون سازه‌ایه که با گم شدنش منو حسابی به دردسر انداخت. از نادرست کردنش کار خیلی سختی بود و من مجبور بودم با حداقل امکاناتی که هتل در اختیار من قرار میده از نو درستش بکنم. با توجه به اینکه کمتر از 48 ساعت مونده بود تا زمان برگزاری مسابقه. خب اینم عذرخواهی مدیریت هتل به خاطر سهل‌انگاری پرسنلش. با این همه چالش به رقیبام کمک میکردم. آقا کم چالش داشتم، اومدم دیدم مهمترین قسمت موهای کله ممکنم رنگ نشده. فردا اون روز افتتاحیه مسابقات رو داشتیم با کلی نمایش‌های زیبا و خلاقانه. قبل از شروع مسابقه جایگاه‌ها با قرعه کشی مشخص می‌شد. به جز میکاپ و شنیون در لاین‌های دیگه هم رقابت وجود داشت، مثل رنگ و لایت، هیرکات و ناخن. تو این فستیوال جهانی رقبای قدر خیلی زیادی داشتیم، برای همین 2 روز زودتر رفتیم که بتونیم روی مدلینگایی که اونجا گرفتیم تمرین داشته باشیم. من تو لاین میکاپ فقط یک آیتم رو شرکت کرده بودم به عنوان میکاپ شب و ما متاسفانه دقایقی قبل از شروع مسابقه متوجه شدیم که ساعت آیتم مسابقات رو تغییر دادن. یعنی ما میکاپ شب رو توی ساعت میکاپ عروس مسابقه دادیم. تصورش رو بکنید، همه با لباسای سفید و میکاپ عروس، ما با لباسای رنگی و میکاپ شب. و داورها این اتفاق رو تخلف محسوب کردن و هیچ امتیازی به من و همتیمیام تعلق نگرفت. خب دیگه کاری از دست من و همتیمیام بر نمی اومد. من اومدم و به تمرین خودم ادامه دادم تا خود صبح برای مسابقات بعدی. 3 2 1 شروع. این مسابقه علاوه بر استرس پر از هیجان و حس خوب بود برام. همزمان با امتیازدهی داورا اما داشتیم توی بک استیج مدلای بعدیمون رو برای مسابقه آماده می‌کردیم. تمامی جزئیات امتیاز داشت، مثل لباس، اکسسوری، میکاپ و حتی استایل مدلینگا. به خاطر همین همه رو باهاشون مرور می‌کردیم. آیتم اوت کوتور جز پرتکنیک ترین شینیون ها بود که باید توی 35 دقیقه تمامش می‌کردیم. مرحله امتیازدهی توسط داورها خیلی با دقت و حساسیت انجام می‌شد. و اینم آخرین نامینیشن و پرچالش ترین نامینیشن من که فرصت خیلی کمی داشتم برای آماده کردنش و رفتن روی فرش قرمز برای امتیازدهی. یادتونه که چقدر سختی کشیدم تا دوباره این شینیون رو درستش بکنم و فکر می‌کردم که همه چیز داره عالی پیش میره که یهو مدل من قش کرد و یه چالش جدید و استرس دوباره. داورای مسابقه بهش کمک کردن که حالش یکم بهتر بشه، اما این خانم حالش بهتر نشد و من در کل فکر میکنم که فیلم بازی میکرد و حالش کاملا خوب بود. خدا رو شکر داورها قبل از قش کردن این خانم و این فیلمی که بازی کرد امتیازها رو داده بودن و ما منتظر روز اعلام نتایج شدیم.